من خیلی خوش اومدید. من رویا هستم و امروز میخوام آماده بشم برم عروسی بهترین دوستم. مجنون نبودم، مجنونم کردی. بچه چون که دارم تو گوشیم ویدیو میگیرم گفتم که اگه کامپیوترم گفتم که میخوام توی کامپیوترم شارژ داره 55% موزیک بذارم چون که دارم با گوشیم ویدیو میگیرم. بچه این خیلی خوشگله، نگاه کنید. بذار یه لحظه این لباس خوشگله بگیرمش. نه میگیرمش. بذار برم تو سپوتیفایم. توجه نکنید ترکیده. لوکو بده. اوکی، اول از شروع میکنیم از ابرو. اول از ابروام شروع میکنم. اینم میذارم اینجا، فکر کنم خوب باشه اینجا. اوکی، با ابروامون شروع میکنیم. یه کوچولو پشت. وای خیلی شد نه. یه کوچولو پشت میکنیم. خیلی شد این یکی. یه تقریبا اوکی. اوکی یه ذره میذاریم خشک بشه رو صورتمون. به جای اینکه این اسپری شارلوت تیلبری را اسپری کنم رو صورتم، به براشم اسپریش میکنم. بچه امیدوارم بشه این ویدیو رو با این موزیکا گذاشت رو یوتیوب. ها بچه من تو یوتیوب خیلی جدید هستم و هیچی بلد نیستم از یوتیوب. دارم یاد میگیرم. براش ولش میکنیم از این پدا. من دیروز رفتم خرید و بچه‌ها کیک خیلی خوشمزه دیدم. نصفش هم خوردم ولی خیلی خوشمزه بود. روش نارگیل داره، زیرش کاکائویه. اینم نمیدونم چه ولی خیلی خوشمزه است. هر چی که هست پرفکت. اوکی لیتس گو. we'll see. بچه‌های قشنگ نشد بروم نیارید که قشنگ نبودم، مجنونم کردی. very yes. I'm going to. بچه‌ها به نظرتون اینا که یه دوستم اینجا دارم، با دوستم حرف میزنم. چه جالب. الان یه نفرم این ویدیو رو نگاه نمی‌کنه. اوکی به نظرتون، نظر میپرسم ولی خودم انتخاب میکنم. به نظرتون این بلاش نارنجی بزنم یا بلاش صورتی دیو را بزنم؟ ها اینه فکر کنم یه میکس کنم چون این سری قبل میکس کردم، هر دوتا میکسشون خیلی قشنگ شد. اوکی میکس میکنیم دیگه. let's go. کامنت گذاشته بود که اول از همه برو بر خودت یه میکروفون بخر. به خاطر اون کامنت رفتم برای خودم یه میکروفون خریدم. صورتی بزنیم. صورتی. لباسمونم قهوه‌ایه. واسه میکنم نارنجی و قهوه‌ای خیلی میاد. الان میریم سراغ کانسیلرمون که از تارت هستش. تارت شماره 20S لایت سند. به نظرتون برای مثلا ویدیوهای اول خوبه با آیفون 16 یا آدم مثلا کامرای چیزی لازم داره؟ اینو حتما به من بگید. بچه فرض کنید یه کسی الان
این عروسی دوستمه که 13-14 سال میشناسمش. عروسی کسی که این همه سال میشناسیش، یعنی یه اتفاق خیلی بزرگیه که بهترین دوستت این همه سال باش آشنا باشی و بتونی توی عروسیش باشی. دوستم ترکه، عروسی هم عروسی ترکیه، خیلی جالب میشه، خیلی خوب شد. واو واو. بچه همیشه خودتون باید هایپ من خودتون باشی، خودتون باید خودتون رو هایپ کنید. فقط تنها چیزی که الان مونده it's the lips. با هایلایتر. don't forget the highlighter. هایلایتر دیور میزنم. oh wow oh wow I love this one. به نظرتون اینا خوشگلن؟ گفتم این به لباس من میاد. لباسم قهوه‌ایه، این رنگ ناخون به لباسم حتما میاد. سلام بچه ها، من یه ذره بیشتر آماده شدم، خط لبمو زدم و ناخونامو درست کردم. ناخونام این شکلی شد بچه ها، یه ذره کج شد. حالا دیگه نمیدونم نظرتون چیه، خوب شد بد شده، ولی خب یه ذره هم چنان چروکه، ولی خب تو این راحت ترم تا اون یکی درس. اون یکی را همینا برای عقدش توی قرمز پوشیدم، واسه این دوست دارم که امشب یه چیز دیگه بپوشم. بچه راستی یادم رفت نشونتون بدم، نمیدونم نشون دادم یا نه، ولی اینم کیفمه بچه ها، اینم کفشامن. حالا ببینم که کدوم رو انتخاب میکنم دیگه. بچه این کفشا رو انتخاب کردم دیگه، هم راحته هم میاد هم شیکه دیگه. اینا خوبه. دخترم من اتکلونم irresistible از جیونچی میزنم. اینم از فکر کنم بادی میسته، از منگو خریدم، سولیل تروپیکال. بوش خیلی عالیه.